رفتم داروخانه داروهایی که برای خودم نسخه کرده بودم بگیرم، گفتش میشه تقریبا 400,000 تومان. خیلی تعجب کردم، گفتم که من این داروها رو خودم برای خودم نوشتم، 2 تا قلم شربت و قرصه که هر دوش هم همشون هم بیمن، برای چی باید بشه 400,000 تومان؟ گفت نه خانم دکتر، یکی از اون قرصایی که نوشتین بیمه نداره. بعد خلاصه دیگه حالا این مشاجره به جایی رسید که من سیستم نسخه نویسم باز کردم، ایشون هم سیستم داروخانه رو باز کرد برام نشونم داد، دیدم دارویی که توی سیستم با عنوان داروی تحت پوشش بیمه سبز رنگی میشه و ما انتخابش میکنیم، توی سیستم داروخانه نوشته یارانه دولت برای پوشش این دارو 1 ریاله. بعد یعنی 1 ریال از اون دارو رو پوشش میدن. و از اون روز بر من این سواله که الان سازمان تامین اجتماعی انگیزش از این که وقتی میخواسته 1 ریال بده اسم این دارو رو گذاشته تحت پوشش بیمه چی بوده؟ خواستم بگم اگه شما هم رفتین داروخانه و دیدین داروهاتون گرون شده، خیلی وقتا نه تقصیر من که نسخه نوشتم نه تقصیر داروخانه، چون ما اون دارو رو تحت عنوان داروی بیمه‌ای محسوب میکنیم که انتخاب میکنیم. پرتقال فروش رو باید یه جای دیگه پیدا کنیم.